اگه بین 35 تا 42 سالت باشه خوب گوش کن. الان توی 5مین چرخه 7 ساله زندگیت هستی. بهش میگن بیداری یا برای بعضیا فروپاشی. تو این دوره زندگی شروع میکنه به برداشتن چیزایی که دیگه به دردت نمیخورن. طلاق، از دست دادن کار، مشکلات سلامتی، رفتن عزیزا، تنهایی. حس میکنی همه چی داره از هم میپاشه؟ آره، ولی نه برای اینکه مجازاتت کنه، برای اینکه دوباره از نو ساخته بشی، قوی تر از قبل. هر سالش یک هدفی داره. 36 سالگی چیزای کهنه رو میریزی دور. 38 سالگی قلبت رو باز میکنه. 40 سالگی آگاهی تازه‌ای به دنیا میاد و 42 سالگی از جایی که با روحت هماهنگه زندگی تو دوباره میسازی. یادت باشه سختی ها دشمن تو نیستن، اونا معمار آینده‌تن. هر فروپاشی مقدم